بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه. سپاس فراوان از انتخابتون که شبکه قرآن هست از بین این همه شبکه‌های تلویزیونی که هست و البته برنامه یاد خدا. امیدوارم حال که حسن سلیقه به خرج دادین اینجا به شما خوش بگذره، برنامه براتون مفید باشه و به دلتون بنشینه. از این به بعد یک شنبه های یاد خدا همراه خواهد بود با یک موضوع جدید. البته کارشناسمون جدید نیستن، از یکی از اساتیدی که قبلا هم بهشون زحمت دادیم استفاده خواهیم کرد که این هر دو رو بعد از فاصله ای که میگیریم و برمیگردیم انشاءالله برای شما روشن و آشکار خواهد شد. بفرمایید. خشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب به دعای شما همچنان این برنامه هم از امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام در شهر مقدس قم داره پیشکش حضورتون میشه و ما دعاگوی شما و نایب الزیارتون اینجا هستیم. ضمن که دعا کنیم قسمت شما هم بشه انشاءالله بعد از زیارت حضرت کریمه در شهر قم اینجا هم مشرف بشین و دست پر برگردین انشاءالله. با اجازه شما من سلام و خیر مقدم عرض بکنم خدمت استاد رمزی اوحدی که این نوبت از برنامه هم قدم به چشم من گذاشتن تا اینجا کارشناس روزهای یکشنبه مشخص شد. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. بندم به محضر جناب عالی ارادت خودم را تقدیم میکنم و برای همه بینندگان محترم و همکارانتون آرزوی سلامتی دارم. سلامت باشید همچنین. آقا قبول باشه همه عزاداریاتون در ایام فاطمیه و این مدت هم که شما رو ندیدیم دلمون تنگ بود و خوشحالیم که مجدد خدمت شما هستیم با یک موضوع جدید. بزرگوارید. سلامت باشید. خب عرضم حضور شما عرض کنم که ما قرار هستش از این به بعد یک شنبه ها خدمت امیر بیان باشیم، مولای متقیان امام علی علیه السلام، و جهاد رو در سیره امیرالمؤمنین قرار هستش که برامون استاد رمزی اوحدی تبیین بکنن. موضوع جهاد یک موضوع فوق العاده با اهمیت هست در دین ما و اعتقادات ما به صورت ریشه‌ای و اساسی. از نگاه امیرالمؤمنین انشاءالله شروع میکنن صحبت رو، ما هم استفاده میکنیم از هر جا که صلاح میدونین. هر جا هم سوالی پیش اومد اگه اجازه دادین من میپرسم. بزرگوارید، در خدمتتون هستم. مخلصیم. ما بسم الله الرحمن الرحیم. انتخاب بحث جهاد به جهت اینکه دوستان پیشنهاد دادن و خوش سلیقگی کردن و به جهت اینکه فضای لبنان و سوریه و عراق و اینها به سمت درگیری با اسرائیل هست، ما رو این جهت خواستیم ابعاد جهاد در قرآن و روش‌های جهادی امام علی علیه السلام، گفتار ایشون و عمل ایشون رو بیان بکنیم، چون برای ما درس آموزه. یعنی خواستیم با موضوع روز پیش بریم. جهاد در اسلام مثل بقیه مسائل دین ما یه احکامی داره. درست. اول از این که در قرآن کریم آیات متعددی در ارتباط با جهاد هست. یکی از اون آیات آیه 65 سوره مبارکه انفال می‌فرماد یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای رسول خدا، ای پیغمبر، مؤمنین رو به جهاد ترغیب کن. جهاد و جنگ‌های متعددی قبل از اسلام رخ داده که تاریخچش حتی در قرآن هم آمده. مثلا جنگ طالوت و جالوت تو سوره بقره، جنگ جناب سلیمان و جهاد سلیمان نبی صلوات الله علیه. یکی دیگه جنگ ایران و روم در اول سوره مبارکه روم. 6 آیه اول سوره مبارکه روم. یکی دیگه جنگ بنی اسرائیل با فلسطینیا. حضرت موسی وقتی این که بنی اسرائیل از مصر خارج کرد به سمت فلسطین برد. فلسطین اون موقع ایمان نیاورده بودن و کافر بودن، مردم اون عصرش. لذا داستان جنگ بنی اسرائیل با کفاری که در فلسطین بودن در آیه 20 تا 26 سوره مائده اومده. البته بنی اسرائیل کوتاهی کرد و به حضرت موسی به صراحت آیات قرآن هست که میگه تو با خدای خودت برو با اینا بجنگ، ما نمیایم. البته اینم علت داره، وقتی که
رؤسای یک مملکتی مردم رو ترسو بار بیارن، سرزنش کنن، اینا رو خفیف بار بیارن، اون قدرت و جرأت رو از ملت سلب میکنه. فرعون اینجوری اینا رو بار آورده بود. لذا هست که فاستخف قومه، این اخلاق سیاسی فرعونه که در قرآن اومده، میگه امت خودش، مردم خودش رو خوار و ذلیل میکرد. وقتی یه ملتی پذیرفت که خوار و ذلیل باشه، تو صحنه‌های بعدی جرأت مواجهه با صحنه‌های سخت و سنگین رو نداره. لذا این جنگ هایی که در قبل از اسلام بوده در قرآن کریم رو اشاره کردم، ولی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم من جنگ هایی بوده که من اینجا به بخشایش اشاره میکنم. اما چرا جنگ و جهاد؟ چون اگر جنگ و جهاد نباشه دین باقی نمیمونه. مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان ما عقایدمون رو بر سر شمشیرامون حمل میکنیم. یعنی این عقیده اگر قراره بمونه باید ازش دفاع بشه. یه وقتی این دفاع تبیینی و تبلیغی است، یه وقتی لازم جنگ بشه، از حریم دفاع بشه. لذا شاید برای بینندگان محترم جذاب باشه که آیه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص در سوره مبارکه صف، این در شأن امام علی علیه السلام نازل شده. میفرماد خدا اینجور آدما رو دوست داره که در مقابل دشمن سفت میایستن، صد آهنینن. اینو ابن عباس گفته در کتاب شواهد و تنزیل. شواهد و تنزیل هم یک کتاب حدیثی قدیمی مال برادران اهل سنت، 1000 سال پیش نوشته شده. حدود 1100 و خورده هم از آیات قرآنی که در شأن امام علی بوده و احادیثی که در شأن امام علی بوده رو این آقا تو این کتاب جمع کرد. جالب. لذا بحث جنگ به جهت اینکه حریم دین رو حفظ میکنه برای ما اهمیت داره. جهاد از این جهت، ما جهاد و جنگ رو به این جهت انجام نمیدیم که بخوایم رو جاه طلبی سیاسی، توسعه جغرافیایی، نه، به خاطر اینا نیست. یا استفاده از منابع کشور. بله، نه، ما اینجوری نیست. ما جهادمون جهادی بوده که همیشه از حریم دین دفاع کردیم. حالا اگر جهاد نکنیم چی میشه؟ جناب آقای قوامی، حدود 100 سال پیش انگلیس به عراق حمله کرد. مرحوم سید محمد تقی شیرازی فتوای جهاد داد بر علیه انگلیس. خب انگلیس که تا همین چند سال پیش 80 برابر مساحت خودش فقط مستعمره داشت. بله، اگر جهاد نکنی اینجوری میشه. یعنی مستعمره یک کشور دیگه. تازه شبه قاره هند یکی از مستعمرات انگلیس بود. پس ما جهاد رو به عنوان یک سپر دفاعی برای اینکه ظرفیت‌های علمی و اقتصادی و معنوی و سیاسی یک کشور اسلامی حفظ بشه داریم باش کار داریم و وارد احکامش میخوایم بشیم. البته یه نکته‌ای هم هست شاید برای بینندگان جالب باشه و جذاب، و اون اینه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام همین اول نهج البلاغه هم هست. بعد از جنگ جمل یه آقای اومد پیشش گفت یا علی، من برادرم میخواست تو این جنگ همراه شما باشه ولی مریض بود نتونست. حضرت فرمودن دل برادرت با ماست، یعنی ما رو دوست داره، اعتقادات ما رو قبول داره. او گفت بله آقا، شدیدا. حضرت فرمودن او با ما تو این جنگ شریکه. حضرت به تعدادی از یارانی اشاره کردند و به حضور یارانی اشاره کردند که هنوز متولد نشدند. یعنی حضور یاران متولد نشده مولا علی در جنگ جمل و صفین. حضرت فرمودن اونهایی هم که در صلب پدرانشونن و در آینده میان. آرزو میکنن که کاش ما بودیم. اونا با ما هم. ما الان آرزو داریم که تو لبنان بودیم، راه باز می بود، میرفتیم اونجا کمک میکردیم به برادران مسلمان یا غیر مسلمان. خب نیت کردید براتون ثوابشو می نویسن. امام رضا علیه السلام میفرمانن اگر در شرق کره زمین یه نفر رو بکشن، در غرب کره زمین یک کسی راضی باشه و دلش با این باشه، شریک قتله. این نیت اینجوری متصل میکنه. میگیم کاش روز عاشورا بودی، هست تو نامه عملت هست. منتها کی معلوم میشه؟
انشالله وقتی که مردیم میبینیم تو نامه عملمون هست. انشالله وقتی که شهید شدیم. انشالله بله. قسمت الله. انشالله. من لذا یه چیزی داشتم به ذهنم میومد، ببینیم درسته؟ یعنی از کلام شما اینطور برداشت میشه کرد که جهاد یعنی دفاع از مرزهای جغرافیایی و مرزهای اعتقادی. بله این هر دو میشه جهاد. یعنی بله. جایی که اگر مرزهای جغرافیایی و اعتقادی و دینی و فرهنگی و حالا به تعبیر شما اقتصادی و اینا ما دوچار حجمه نشود، ما اصلا کاری با جهاد نداریم. بله همینطوره. و شاید برای شما جالب باشه تو تمام جنگ‌های امام علی هم امام علی فرزندانشون رو می آوردن. شاید برای بینندگان جالب باشه که امام حسین علیه السلام 2 بار به سرزمین کربلا اومده. یه بار خود همون ماه محرمی که اومد سال 61 هجری. بله. یه بارم با پدرشون تو جریان جنگ صفین اومدن و از کربلا رچن امام علی اینجا نشست. علامتی هم ظاهرا رو گذاشتن. بله. بعد حضرت اینجا نشستن و گریه کرد. آره. عباس گفت آقا برای چی گریه میکنی؟ گفت همه انبیاء الهی اومدن اینجا. رد پای عیسی هم اینجا هست. یه اشاره‌ای هم کردن به حضرت عیسی که اون رد پا و نشانه‌ای که هست. بعد حضرت فرمودن این پسرم حسین اینجا در دریای خون غوطه بره و فریاد میزنه، کسی کمک نمیکنه. و این یه نکته است که وقتی ما نگاه میکنیم دین در معرض خطر قرار میگیره، جهاد به این معنا نیست که من فقط برم. اگر میتونم با ایل و طایفه و اقوام و همسایگان و فرزندانم برم، باید برم. مباهله چیه جناب آقای همین که فرمودین با اهل و عیال و خانواده. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه 61 سوره مبارکه آل عمران در معرض خطر قرار داد بچه‌هاشو و نوه‌هاش رو فاطمه زهرا، حضرت مولا علی سراتوره در معرض خطری قرار داد. لذا جهاد از این معنا خواستم من یه دریچه رو به ذهن شریف بینندگان محترم باز بکنم. از سیره امام علی ما این معنا رو به دست میاریم که فرزندانمون هم وارد معرکه باید بکنیم. نمونه بارز امروزیش جناب حاسد حسن نصرالله که فرزندشون شهید شدن رضوان الله. بله. بعد شما نگاه میکنید که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تو جنگ صفین حضرت ابوالفضل رو حتی وارد میدان میکنه در حالی که 13-14 سالش بوده و به ایشون دستور میده صورتتو بپوشون که چشم نخوری و حضرت وارد میدان میشه و میجنگه. چه رزمی هم. بله. وقعه صفین نصر ابن مزاحم یک کتاب بسیار خوبیه. اگر دوستانی میخوان ماجرای صفین رو بخونن، این کتاب خوبیه. من حالا تو این برنامه نمیخوام تئوری در ارتباط با جهاد حرف بزنم. در هر فرازی سعی میکنم یه سیره عملی امام علی تو بعد جهاد رو ارائه بدم که برنامه قابل به اصطلاح درک بیشتری باشه. خیلی هم عالی، دست شما در نکنه. اگر موافق باشید یه فاصله بگیریم و یه تأملی تا آنچه که الان فرمودیم داشته باشیم، بعد برمیگردیم و ادامه میدیم. در خدمت شماست. خدمت از ماست. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که همچنان دارین دل میدین به برنامه خودتون یاد خدایی که موضوعش جهاد از نگاه قرآن و در سیره امیرالمومنین امام علی علیه السلام هست، به کارشناسی استاد عزیزم رمزی اوحدی. آقا ما سراپا گوشیم. عرض می‌کردم که جهاد یک حصار حفاظتی از بلاد اسلامی است. تهاجمی نیست. برای اینکه ما بخوایم بریم خودنمایی بکنیم، ریاکارانه ثروت‌های دیگران رو بگیریم، بی جهت بندگان خدا رو از بین ببریم و بکشیم، قتل عام، اینا رو ما تو اسلام نداریم. حتی شروع کننده هم توی جنگ و جهاد ظاهراً روز قوانینش و احکامش که ما نباشیم. روز عاشورا هم اگه اشتباه نکنم مسلم بن اوسجه میتونست شم رو بزنه توی مقطعی قبل از شروع جنگ که از امام حسین اجازه خواستن. امام حسین فرمودن که ما نمیخوایم شروع کننده جنگ باشیم. همینطوره. یکی از سیره‌های جهادی و روش‌های عملی ائمه ما مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم و مولا علی و امام حسن و امام حسین این بود که شروع کننده جنگ نبودن. آره. و نشانه‌هایی هم در تاریخ داریم. تنها این موردی که جناب عالی اشاره کردید نیست.
مثلا تو جریان جنگ جمل امام علی علیه السلام اول یک نوجوانی رو فرستاد که برای سپاه مقابل قرآن بخونه، بله. موعظه کنه و راهنمایی کنه. او رو با تیر زدن، این جوان رو کشتن، تیربارونش کردن. این اولین سابقه تیرباران کردن یک نوجوان تو جنگ جمل. فیان همه دستور دادن این جوان. بعد حضرت فرمودن، حضرت مولا علی سلام الله فرمودن حجت به ما تمام شد، حمله کنید، چون حضرت برای جنگ نفرستاد. باز دوباره مثلا شما نگاه میکنید که تو جریان کربلا حضرت شروع کننده جنگ نبود، اما به عکسش میخوام بگم ما قاعده داره جنگیدن و جهادمون. درست. تو این برنامه میخوایم این قواعد رو بگیم. خیلی خوب. شاید برای شما جالب باشه امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن همه این قواعد رو رعایت میکنن، بلکه بیشتر، محکمتر. ما باید با اینا آشنا باشیم. پس شما نگاه میکنید تو سیره منحوس عمر ابن سعد اینه که صبح روز عاشورا تیر گذاشت در چله کمان، پرتاب کرد به خیمه امام حسین علیه السلام و به یارانش گفت شما پیش عبیدالله شهادت بدید من اولین شروع کننده جنگ بودم. آره. مرحوم شیخ عباس قمی خیلی خوش‌ذوقی کردن تو کتاب نفس المحمومشون اینو نوشتن. بعد زیرش نوشتن من شیخ عباسم روز قیامت شهادت میدم که تو بودی، که تو شروع کردی، تو شروع کردی، من شهادت شروع. حالا البته دیگران هم میتونن شهادت بدن، دیگران هم میتونن شریک عمل جناب شیخ عباس قمی باشن. پس ببینید در آیه 47 سوره مبارکه انفال داره میگه ما اگر قراره بریم جهاد از روی غرور و خودنمایی و قتل و غارت و اینا نمیریم، تو قاعده باید رفت رو جنگ و جهاد. یکی از نکاتی که در سیره امام علی علیه السلام هست و اون مثلا اوایل نهج البلاغه هم خیلی میبینید امام علی از این مسئله از دست مردم کوفه ناراحته و حضرت خطبه های متعددی میخونن، اینه که اینا اطاعت از فرمانده نداشتن. پس یکی از نکات مهم قضیه جنگ و جهاد اطاعت از فرمانده است. اطاعت از فرمانده مصادیق متعددی داره. مثلا میگم تو جریان جنگ صفین امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر برگشت گفت برگرد. مالک بلافاصله برگشت، با اینکه موقعیت خیلی موقعیت استراتژیک ظاهراً چند قدمیه. بله، میتونست معاویه رو بکشه. حضرت فرمودن برگرد. اطاعت از فرمانده اهمیت داره. تشخیص شما ملاک نیست، تشخیص فرمانده مهمه. پس یک رکن رفتاری جهادگر در سیره و تفکر و منظومه نهج البلاغه اطاعت از فرمانده. بیچونه چرا؟ بدون چونه چرا. امام معصوم ممکنه یه دستوری بده ظاهرش هم حتی با شرع نخونه، شما باید اطاعت کنید. سوال: پیغمبر اسلام یه لشکری رو حرکت داد، فرمانده رو گذاشت فرمانده اینها، این فرمانده رفت بیرون مدینه، یه خندقی کند، آتیش درست کرد، به اینا گفت برید تو آتیش. گفتن برای چی باید بریم تو آتیش؟ گفت پیغمبر گفته من فرمانده شما، هر چی گفتم باید بگید چشم. گفتن اینجوری نمیشه، ما برمیگردیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسیم ببینیم یه دستور تو رو باید اطاعت بکنیم یا نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر میرفتید داخل آتیش بلافاصله داخل جهنم بودید. فرمانده غیر معصوم دستور حرام بده نمیشه اطاعت کرد. امام صادق به هارون مکی وقتی وارد منزل شد چی فرمود؟ گفت برو تو تنور. اونم رفت تو تنور. جناب خضر دستور چی داد تو سوره کهف؟ بچه رو کشت. ظاهر اینا با مبانی دینی ما نمیخونه. پس وقتی امام معصوم یه فرمانده شد، یه دستوری داد، اطاعتش واجبه. اطاعت از فرمانده لازمه. اگر اطاعت از فرمانده نداشته باشیم میشه تنگه احد. تنگه احد رو رها کردن، جنگ پیروزی که پیروزی 100% بود شد مغلوبه. چقدر شهید داد. اطاعت از فرمانده. پس ما تو این برنامه چی داریم میگیم؟ اطاعت از فرمانده رکن رفتاری یک جهادگره. آره، من داشتم به این فکر کردم اطاعت از فرمانده معصوم که خب یک امر علاهده معصوم و حتما اطاعتش واجب و باید انجام داد، برکاتش هم که خب میشه حدس. حتی من میگم اطاعت از فرمانده غیر معصوم در زمانی که امام در غیبته اما او فرمانده جبهه اسلام هست، خودمون به تجربه اون ثابت شده جاهایی که اطاعت کردیم برکاتش رو دیدیم، میوه‌هاش رو چیدیم، و جایی که اطاعت نکردیم مضراتش رو دیدیم، آسیب‌هاش رو دیدیم.
همین الان توی دنیای اسلام اونجا اون گروه، اون جبهه‌ای که از امر ولی امر مسلمین اطاعت کرده و پیشرفته، ببین چقدر جلوه. یه گروهی مثل حزب الله لبنان و اون جاهایی که توجهی نبوده، اطاعتی هم نشده، تو کشور خودمون اونم نتایجش مشخصه. من میگم این تجربه حتی اینجا هم ملموسه. تو تاریخ سیاسی ایران هم مکرر تجربه کردیم و شکست خوردیم ما. آره. حالا تو برنامه بعدی من مصادیقش رو خواهم گفت. انقلاب خودمون، دفاع مقدسمون. بله. منتها بحث جهاده، من تو هر برنامه مصادیق خودش رو اشاره خواهم کرد که مثلا اطاعت از فرمانده چقدر اهمیت داره. حضرت آیت الله العظمای بهجت در کتاب در محضر بهجت، خیلی کتاب خوندنیه، بله، شاید نزدیک 20 بار این جمله رو میگه آقا ما فوق تخصص داریم تو گول خوردن. گول خورد. خیلی خوب گول میخوریم، اصلا تخصص داریم، انقدر خوب گول میخوریم، هر سری دوباره گول میخوریم، لذت میبریم از گول خوردن خودمون. بعد ایشون اون فکت ها و نشان های تاریخیشو میاره که ببینید اینجا چجوری قشنگ گول خوردیم، بازم عبرت نگرفتیم. خیلی عجیبه. این کتاب 3 جلدی خیلی زیباست و این جمله ایشون خیلی برای من شاید خیلی خوب. حالا ان کتاب تو خونه خیلی‌ها هست، شاید نخوندن هنوز. اگه تو خونه‌هاتون هم نیست تهیه کنین بخونین. کتاب فوق‌العاده تاثیرگذاری، همونجوری که استاد فرمودن. ما وقت برنامه تموم شد. میدونم نکات شما باقی مونده بود، اگر صلاح میدونید موکول کنین به برنامه بعدی. یه نکته دیگه بگم که بحثم کامل بشه. اطاعت از فرمانده رو از رسول الله گفتیم، از امام علی گفتیم، از امام حسین هم بگیم. حضرت ابوالفضل صلوات الله علیه به برادرشون گفتن برادر من برم بجنگم. حضرت مولا امام حسین گفتن برو آب بیار. اطاعت کرد. احسن. فرمانده چی فرمود؟ تو چی میخواد چی؟ بعد تو متن زیارتنامه از ابوالفضل هم میخونیم چی؟ مطیع، یعنی اطاعت میکنه. پس رکن رفتاری یک جهادگر اطاعت. سلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. بله، ویژگی بارزشون این بوده. اینکه در شأن من آیا این امر هست و نیست، اینا اصلا بحث او چی میخواد. خدا خیرتون بده. خیلی خوب بود. به جا مثل همیشه با مثال ها و اینا کاربردی استفاده کردیم. هوامی ندونید. سلامتی باشید. حجتون باز تعمیر. ان شاء الله. زنده باشید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. اگر نقطه نظری هم دارین به سامانه پیام کوتاه برنامه حتما انتقال بدین و شماره اتومی 162 هم جای خوبی هست برای که اعلام نظر بفرمایید. التماس دعا یا حق. خداحافظ.